سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارова در رابطه با سفر یک هیئت جبهه مقاومت ملی افغانستان به مسکو و پذیرفته شدن نمایندگان این گروه ضد طالبان در دومای دولتی روسیه گفته است که هرچند روسیه مناسبت‌هایش را با حاکمان کنونی افغانستان بدون اعتراف رسمی حکومت طالبان ادامه می‌دهد، ولی در عین زمان حاکمان کنونی کابل و نمایندگان اقلیت‌های قومی آن کشور به مکالمه با هدف تشکیل حکومت در واقع فراگیر دعوت می‌کند. ماریا زاخارova در شهر بازدید احمد مسعود از مسکو و ملاقات او با سرگئی میرونوف رهبر حزب سپراwiedliwia روسیه گفت مسکو به همکاری‌های عملی با حکومت کنونی افغانستان بدون مربوط کردن این تمایل به اعتراف رسمی این حکومت ادامه می‌دهد. این حکومت طی 2 سال در قدرت قرار داشتنش توانایی خود برای تحت نظارت نگاه داشتن وضع کشور و تامین ثبات سیاسی در داخل را نمایش داد. با این وجود روندهای سیاسی در داخل کشور تا حال طبیعت بی بازگشت پیدا نکردند. خطرهای جدی مربوط به تهدید تروریسم حل نشده باقی میمانند. در صورت به شکل ناخوشایند پیش رفتن این وضع، از این حالت می توانند سازمان‌های بین المللی تروریستی پیش از همه داعش که نقشه به خارج از افغانستان از جمله به آسیای مرکزی گسترش دادن دامن فعالیت‌های خود را در سر دارد سوء استفاده کند. با در نظر داشت این همه کابل و نمایندگان اقلیت‌های قومی افغانستان را به مکالمه به خاطر تشکیل یک حکومت در واقع فراگیر که منفعت‌های همه گروه‌های اساسی قومی و سیاسی کشور را انعکاس کرده توانند فعالتر ساختن مبارزه با تروریسم و کشت و قاچاق مواد مخدر و رعایت حقوق و آزادی‌های اصلی انسان دعوت می‌کنیم. پس از ملاقات احمد مسعود با سرگئی میرونوف، مطبوعات روسیه برای نخستین بار در مسکو و آن هم در پارلمان روسیه حضور پیدا کردن این رهبر جبهه ضد طالبان را سنساسیون سیاسی نامیده از تغییر سیاست کرمل نسبت به طالبان حرف میزنند. کارشناس مسائل سیاسی آسیای میانه و افغانستان اندری سرینکا در یک تحلیل در نشریه نزاویسیمای گازتا چرخ موقع مسکو در قبال طالبان را به چالش کشیده نوشته است حضور مسعود در پارلمان و ملاقات او با سیاستمداران روس گواه آن است که مسکو روند به رسمیت شناختن جبهه مقاومت ملی افغانستان را آغاز کرده است. همچنین مؤلف تاکید می نماید که روسیه پس از به سر قدرت رسیدن گروه طالبان برای اولین بار رهبر گروه مسلحه را پذیرایی می کند که در داخل افغانستان به ضد طالبان در جنگ است. بعضی کارشناسان سفر احمد مسعود به مسکو و حضور او در پارلمان روسیه را آغاز رابطه‌های رسمی میان کرمل و جبهه و یک قدم مهم برای مقاومت مسلحانه علیه گروه طالبان مینامند. ولی نیکیتا مینکوویچ رهبر مرکزی تحقیقات اوراسیا میگوید فعلا دشوار است که در مورد سیاست پیشگرفته کرمل خلاصه برآوری کنیم. مسکو در ماه‌های نزدیک میزبان انجمن می شود که در نظر است در آن کشورهای آسیا میانه با طالبان وارد گفتگو شوند. از این رو باید منتظر شد که در آن انجمن چی خواهد گذشت. رسانه‌های نزدیک به حزب سپراwiedliwia روسیه نوشتند که در دیدار خود میرونوف با مسعود مسائل تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان، مبارزه علیه مواد مخدر، افراطگرایی و تروریسم، تحقیق استقلالیت افغانستان و ثبات در این کشور را بررسی کردند. سرینگ قید می‌کند که روسیه امروز به شخصیت‌های چون مسعود و یاسین احتیاج دارد. از این رو در کرمل درک نمودند که به همکاری استراتژیکی با جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان برای تامین امنیت در داخل خاک تاجیکستان که پایگاه نظامیش در دوشنبه است نیاز دارد. همچنین در این مسئله منفعت کرمل و رهبران جبهه یکسان است. از این رو مسکو با پشتیبانی سیاسی و نظامی از این دو جبهه میتواند به طالبان فشار بیاورد. از سوی دیگر وابستگی اقتصادی طالبان از امریکا مسکو را وادار کرده است که تا در سیاست خود نسبت به این گروه بازنگری کند. مسکو اکنون میخواهد با گروه‌های مختلف در داخل افغانستان رابطه برقرار نموده در بازی بزرگ که 100 سالها دوام دارد برنده شود.